این حال در قاهره قرار داریم. واقعا یک جای بسیار خوب است. تماشاگاه قاعده های حرکت راه را هیچ کس رعایت نمی کند. سفری کوتاه ما در مصر. منطقه های سیر مهاجر این نزدیکی های مرکز های تعلیمی زبان عربی است. اکثریت مهاجران می خواهند در نزدیکی مرکز های زبان آموزی مسکون شوند. مردم مهاجر مسلمان اینجا را اختیار می کنند. اجاره خانه ها تقریبا از $80 آغاز می شود وابسته به جایگیر شویش. منطقه های نزدیک به مرکز های تعلیمی از $200 اجاره هایش بالاتر است. مردم کافکاز و مسلمان های روس و اروپا مصر را ناوابسته به افلاسی کوچه هایش دوست می دارند. به قول آنها گرد و چرکش را علم عوض می کند. واقعا این گفته ها حقیقت است. مکانی دوست داشته کودکان مسجدهای مصر است. مسجدها جای قرآن خوانی، جای تعلیم و جای بازی نیز هست. هیچ کس کودکان را منع نمی کند که به مسجد روند. از این سفر با مردم زیاد هم صحبت شدیم. تاجیکان زیاد سالهاست در این مکان علم زندگی می کنند. اما یک چیز به نظر می رسید که تاجیکان مثل دیگر همدینانشان اهل نیستند. وقتی سبب پرسیدیم چندی از آنان درباره میفهای گفتند. این سفارت است که گویا صدها کارکن غیر رسمی دارند و طالب علمان دانشگاهی بهترین دانشگاه بین المللی ازهر را با بهانه ها دستگیر کرده و به وطن میفرستند و در وطنشان به خاطر آن که در دانشگاه بهترین دنیا در دانشگاه ازهر میخوانند زندانیشان میکنند. متاسفانه چنین است. شاید این میش ها جای داشته باشد. تا شمال نباشد درخت نمی جنبد. اما محروم کردن از علمجویی مردم را به جاهلی برده می رساند. آینده نسل جوان چی و کی می شود؟ دانشگاه بین الخلقی ازهر را تمام دولت‌های ترقی کرده دنیا اعتراف کردند که کادرهای بهترین می برارند. بجز بعضی دولت‌های قفا مانده. غیر از طلب علم، عائله‌های خوشبخت وقت خود را در روزهای استراحت خوش می‌گذرانند. باغ فراغتی مشهور ازهر و موضع‌های دیگری دیدنی باب. Okay, relax, okay? Up, okay, bye-bye. Up, 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 up. Okay. Bye-bye. Up. Sorry, okay. Okay, bye-bye. Yep. Look. Up. Okay, strawberry. Bye-bye. Again, okay. Up, okay. Bye-bye. Up. Okay. Okay, play a game, okay? Choose one, right or left? Nice. Okay, bye-bye. Up. Okay. Where? Nice. همون یخماز جایی که بازی کردیم دیگر حتی چنان شوخی های اسیه نگاه کرد و گفت یخماز هدیه برای شما، یعنی حتی مبلغش را هم نگرفتند. واقعا بسیار در بعضی جاهای مصر مردم مهربان هستند، یعنی نه در همه جا مثل مردم هر گونه هستند. البته در بعضی جاها نگاهشان یا اینکه مناسبتشان اینقدر خوب نیست، اما در بعضی جاهای مرکزهای تجاری واقعا یک پشواز خوب میگیرند مردم را
واقعا بسیار مهمان نوازی هم میکنند و مثل فرهنگ خود تاجیکی ما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. همانا کسانی که با نشستنشان در دار کفر و ترک هجرت بر خود ستم کردند، در حالی که فرشتگان جان آنان را میگیرند به آنها سرزنش کرده میگویند در چی حال بودید؟ میگویند ما در دنیا ناتوان و ستم دیده بودیم. پس فرشتگان میگویند آیا زمین الله وسیع نبود که تا به آن هجرت کنید و به دیگر زمین بیرون روید و دینتان را در امان نگاه دارید؟ پس جایگاه این گونه کسان جهنم است و چی بد جایگاه و چی بد سرانجام است.